خبر خوشحال کننده داریم. عبدالرؤوف کودک روبوده شده بلخی پس از نزدیک به 2 سال از چنگ روبایندگان آزاد شد و امروز به خانواده‌اش سپرده شد. معاون دوم رئیس وزرای امارت اسلامی گفته که عبدالرؤوف از سوی کسان روبوده شده بود که در حکومت پیشین نفوذ داشتند. آمر امنیت فرماندهی امنیه بلخ میگوید بیش از 20 تن در پیوند به این آدمربایی بازداشت شدند. پدر عبدالرؤوف از تمامی کسانی که در رهایی پسرش تلاش کردند سپاسگزاری میکند. عارف موسوی جزئیات میدهد. پس از 1 سال و اند دوری اکنون یکدیگر را به آغوش می فشارند. عبدالرؤوف 9 سال داشت که در راه خانه به مکتب ربوده شد و اکنون 11 ساله است که دوباره به آغوش خانواده‌اش برگشته است. عبدالرؤوف از طرف همان شبکه‌های جرمی اختطاف شده بود که همه در زیر چتر اداره قبلی فعالیت و با مسئولین آن اداره روابط نزدیک داشتند و فعلا اعضای اصلی آن به کشورهای خارجی فرار نمودند. رئیس استخبارات امارت اسلامی در همایش سپردن عبدالرؤوف به خانواده‌اش از بهتر شدن اوضاع امنیتی در کشور سخن میگوید و انفجارهای مرگبار اخیر در کابل، کندوز و بلخ را نشانه ای از ناتوانی مخالفان امارت اسلامی می‌دانند. کله چې د اسلام او د ولس دښمنانو افغانستان په یو بشپړ امنیت کې ولیدی او د امنیتي حالت د خرابولو په برخه کې ټولې حربې ناکامې شوې، نو د خانقاه مکاتبو او مساجدو پسې بې دفاع ځایونه یې هدف وګرځول. عبدالرؤوف در ماه اقرب سال 1398 خورشیدی از شهر مزار شریف روبوده شد. روبایندگان در بدل رهایی او تا 1.5 میلیون دلار خواسته بودند. امروز ما میگیم که الحمدلله در دنیا نو آمدیم که بیخی دیگه یک فکر میکنم که یک انسان یک جدید به دنیا آمدیم دیگه. اکنون عبدالرؤوف در خانه کنار پدر و مادرش سرگرم بازی‌های کودکانه اش است. بسیار یک احساس خوشی که هیچ دیگه گفته نمیتونم از خوشحالی خود. شکر الحمدلله بعد از 18-19 ماه شکر الحمدلله صحیح سلامت در آغوشم پس برگشت عبدالرؤوف جان. احساس ما بسیار درد است. احساس درد میکنم. زیاد شکنجه شدی؟ بله بسیار احساس درد میکنم. آمر امنیت فرماندهی امنیه بلخ میگوید که عبدالرؤوف در این مدت در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان و بلخ نگهداری میشد که با گرفتاری بیش از 20 تن سرانجام محل نگهداری عبدالرؤوف شناسایی و او از بند روبایندگان آزاد شد.